بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات بیننده برنامه خودتان، برنامه برنامه بازسازی اندیشه هستید، خدمت یکایک شما عزیزان و بزرگواران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و امیدوارم که از نعمت صحت و عافیت و تندرستی همیشه برخوردار بوده باشید. با برنامه دیگری از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و در آغاز برنامه به خدمت جناب دکتر احسان الله مبارز که باز هم در این برنامه با ما شرکت دارند عرض سلام و ادب و خسته نباشید و خوش آمدید دارم. جناب دکتر خوش آمدید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش و خرم و سعادتمند باشید. الله تبارک و تعالی با ما و شما و جمله اهل اسلام توفیق نصیب کند تا درست درک نموده و با درستی و درک درست و گامه های دقیق و واقعی در مسیر حق روان بوده باشیم. تشکر جناب دکتر. خب بینندگان عزیز و گرامی، طی چند برنامه گذشته بحث در مورد شناخت وهابیت و به این ترتیب رسیدیم به خاطرات یا نوشته ها و یا یادداشت هایی که از طرف آیت الله همفر بگیم در لباس یک مسیحی نوشته شده. به این بحث رسیدیم و در برنامه گذشته به نمونه های از این خاطرات و از این یادداشت اشاره کردیم که همه این نشانه ها دال بر این بود که این خاطرات و این یادداشت های موهوم و مزعومه که به مستر همفر گمنام و غیر موجود نسبت داده شده نوشته آیت الله همفر یا آیت الله مهدی شیرازی است که در لباس یک مسیحی نوشته و در این موضوع البته هیچ شکی نیست کسانی که 1001 داستان را بنویسند و در قالب دین به مردم تقدیم کنند از نوشتن کتاب، از نوشتن 40 صفحه 50 صفحه هم عاجز نیستند و اما تأسف به حال کسانی است که دم از خرد و خردمندی و خردورزی میزنند و این خاطرات و این چرندیات و این خرافات و این در حقیقت تمسخر و مضحکه را بر سر دیگران یا به خورد دیگران میدهند و آنها هم قبول میکنند. اینجا تعجب به حال کسایی است که این خاطرات و این نوشته را میپذیرند. خب همان گونه که بارها عرض کردیم، آخوندان به خاطر گرم نگه داشتن بازار پردرآمد قبرپرستیشان از هیچ دسیسه و از هیچ حیله و از هیچ توطئه دریغ نمی کنند و علیه کسانی که
در برابر خرافات، در برابر چرندیات و در برابر مزخرفات قد علم کرده و در مقابل این آخوندها مبارزه میکنند. علیه از اینها از هر وسیله و از هر ابزار استفاده می کنند و دعوت شیخ محمد ابن عبدالوهاب چنان که عرض کردیم دعوت بود که بر علیه قبر پرستی و بر علیه خرافات و بدعت ها بود و شک نیست که این دعوت در تقابل با دین رافضی گری قرار داشت و آخوندان رافضی به هر طوری که شده بود و به هر طوری که حتی تا امروز میشه از استفاده هیچ ابزار بر علیه تشویح و بدنام کردن دعوت شیخ محمد ابن عبدالوهاب دریغ نمی کنند. بحث ما همچنین درباره مشخصات و نمونه های از کتاب یادداشت آیت الله همفر ادامه داره و باز هم میبینیم که این آیت الله که خود را در لباس یک مسیحی و در لباس یک جاسوس انگلیسی زده و میخواهد دعوت شیخ محمد ابن عبدالوهاب، دعوت اصلاحی این امام بزرگوار را بدنام کنه، همچنان ادامه داره و کسانی که البته اهل خرد هستند و اهل درایت و اهل فهم و اهل دانش و بالاخره اهل تحقیق و اهل تسلیم با دلیل و حجت هستند، در خلال این برنامه پی خواهند برد که این خاطرات و این نوشته ها و این یادداشت ها چرند و مسخره و مضحکه بیش نیست. وگرنه چگونه میتوان شیخ و امام و مصلح را که بر علیه خرافات بپا خواسته به عین شخص ما نسبت بدهیم که گویا خودش اعتراف کرده و اهل خرافات بوده. خب وقت شما را بیشتر نمیگیریم، میریم به سراغ اولین مطلبی که از این خاطرات باز هم نمایش داده میشه و جناب دکتر در رابطه به آن توضیحات ارائه میکنن. جناب دکتر بفرمایید. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، بینندگان عزیز که در هفته های قبل با ما بودند چند نکته مهمی را البته پی بردن که اولا نویسنده این کتاب در زمان میزیسته که تقریبا 100 سال تا به 150 سال از وفات شیخ محمد ابن عبدالوهاب گذشته بوده. و اصطلاحاتی که در اون به کار برده از جمله وزارت مستعمرات چیزی هست که تقریبا 62 سال بعد از وفات شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی اصلا تأسیس شده. بله. و در این مستعمرات بریتانیا که گفته که از جمله خاور میانه تقریبا در 1916 تا به 1918 در تصرف انگلیس ها افتاد، مخصوص به ویژه فلسطین و اردن و عراق. خب و این زمانی بود که تقریبا از 1792 تا به این زمان تقریبا 200 چند ساله میشه؟ از 100 چند ساله میشه. بله. 100 تقریبا 120 چند ساله میشه. 126 ساله. پس از او این جریان بوده. چیزی دیگری هم که قابل یادآوری هست اینجا و بینندگان عزیز ذهنشان را میتونه در راستا باز کنه، مسئله ای است که این نویسنده زمان وجود داشته یا زمان وجود این چیزها را نوشته و میزیسته که در دنیا حکومت به نام
خلافت عثمانی نبوده، البته چیزی به نام ترکیه بوده. چیزی به نام ترکیه در جهان وجود داشته، نه چیزی به نام حکومت یا خلافت عثمانی. بله. و همه میدانند که چون چندین جای از ترکیه یاد میکنه در یادداشت‌های خود. خود ترکیه زمانی با وجود آمد که خلافت عثمانی کاملا از بین رفت و نظام دیگری به نام نظام لایکی مصطفی کمال آتاتورک جایگزین او شد. بله. این نکته هم به همگی واضح خواهد ساخت که سال تاریخ الغای خلافت عثمانی کدام سال است؟ 1924 سال الغای خلافت رسمی خلافت عثمانی توسط کمال آتاتورک هست. حالان که این نویسنده و بعد از او چیز کشوری به نام ترکیه با وجود آمد. قبل از اون مرکز خلافت عثمانی استانبول بود و دیگر نقاط مربوطی او. بله. پس این هم یک نکته قابل تأمل هست که بینندگان عزیز در جریان خواندن این کتاب متوجه این نقطه بوده باشند. یک چیزی دیگری که اگر شما به نمایش بگذارین بوده باشه پیشتان اضافات مترجم هست که بینندگان عزیز هم به این متوجه بوده باشند که البته مترجم فارسی که معلوم نیست کی هست به نام دکتر محسن مؤیدی نامگذاری کرده. این در آغاز ترجمه خود برای این که برای کتاب اصل ساخته باشه، بله، با آنکه گفته این متن کتاب خود از روی نسخه عربی ترجمه کرده، بله، مطالب دیگری را اضافه کرده که در اونجا کتاب اصل برای این کتاب به زبانهای بار اول به زبانهای آلمانی و سپس به زبان انگلیسی و زبانهای دیگری بوده. گفته که در مجله اشپیگل در مقدمه اونها مطالبی هست. اگر شما این را پیش از همه به بینندگان عزیز واضح بسازین تا به مطلب چیز برسیم. هدفتون مقدمه است؟ بله بله، مقدمه. در مقدمه ترجمه انگلیسی نسخه اصلی این کتاب که در بمبئی چاپ شده آمده است، در حین جنگ جهانی دوم آلمان ها خاطرات این جاسوس انگلیسی را به صورت یک داستان دنباله‌دار در مجله اشپیگل منتشر کردند. البته مجله آلمانی بود که ابتدا به مدیریت انگلیسی بود، بعدها مدیریتش به دست خود آلمان ها افتاد و در مجموعه‌ای که با عنوان اعترافات هموار چاپ میشد از چهره امپریالیسم انگلیس پرده برداشتند و اینک خلاصه از آن خاطرات را با شما مرور میکنیم. پایین بیاین پس دوباره دروغگو برای اینکه تثبیت بکنه مطلب خدا باری دیگر در پایان همین مطلب دوباره تکرار میکنه. در مقدمه ترجمه انگلیسی این کتاب که در بمبئی چاپ شده، بنمایش بگذارن. بله، که در بمبئی در مقدمه ترجمه انگلیسی این کتاب که در بمبئی چاپ شده آمده است. در خلال جنگ جهانی دوم آلمانی ها خاطرات مستر همفر را به صورت یک مجموعه دنباله‌دار در مجله اشپیگل منتشر کردند و در این مجموعه که با عنوان اعترافات همفر چاپ میشد از چهره امپریالیسم انگلیس پرده برداشتند. پس اون اصلی که در این مجله ها هست با آن که مجله 2 سال پس از جنگ جهانی دوم مربوط آلمانی ها شده و جنگ جهانی دوم سال 1945 بله به پایان رسید و این دوباره به مدیریت آلمانی ها که مجله اشپیگل منتشر شد در سال 1947 بود. بله، یعنی 2 سال بعد از جنگ جهانی دوم. این نقطه اول. نکته دوم همون اصولی که در مجله اشپیگل که 2 سال بعد از تاریخ نشر این مطالب در او به دست آلمان ها گویا قرار گرفته، تحت
یعنی هدف نیست که شماره هایی که این داستان یا این خاطرات یا این اعترافات چاپ شده کجاست؟ بله این یک نکته. نکته دوم، نکته دوم که در همین جا میگویه که بعداً از آلمانی به انگلیسی، از اصل آلمانی به انگلیسی ترجمه شد. حالا نسخه انگلیسی کجاست؟ حالا قبل از او حالا همفر انگلیس بود، به انگلیسی نوشته بود خاطرات خدا، یا آلمانی بود به آلمانی نوشته بود تا چاپ شد و بعد به انگلیسی ترجمه شود. این یک نکته است. نکته دوم، اصلی امین فارسی امین انگلیسی که گفته شده در بمبئی چاپ شده کجاست؟ کجا هست؟ حالا که نویسنده ما مترجم چی گفته؟ از کجا ایده ترجمه کرده؟ از عربی. نسخه عربی. بله. نسخه عربی شاید در اختیار شما اگر باشه به نمایش بگذارین که همین مطالب در او. فکر نکنم نسخه عربی، رد نسخه عربی پیش من هست. نه اصل نسخه عربی بود. اصل نسخه ردش هست، ردیه پیش من هست. اصلش هم هفته قبل گرفته بودیم از. خب ما اگر پیشم باشه خب بفرمایید شما ادامه بدید. در اصل نسخه عربی نام مترجم خا هست. آغاز شروع میکنه از در آغاز شروع میکنه از همین مطالبی که اصلی هست. هیچ نوع ترجمه بله. دوستا اگر نشان بدن من اینجا یافتم، بفرمایید. دوستا در اتاق کنترول مذکرات مستر همفر الجاسوس البریطانی فی البلاد الاسلامیه، خاطرات یا یادداشت های مستر همفر جاسوس بریتانیایی در کشورهای اسلامی، نقله الى العربیه، ورگردان عربی آنگویا مترجمی که به عربی ترجمه کرده نامش چی است؟ دکتر جیم خی. بفرمایید جناب دکتر، ما نمایش دادم. بله جیم خان نامش هست و بعد صفحه بعدی متصل بروین تا این که بینندگان. بله متصل صفحه اول شروع می شود. کانت دولت بریتانیا العظمى، دوله امپراتوری بزرگی بله بریتانیا که در از وقت زیاد در اندیشه این بود که این مطالب را این دروغسازی بعدی اضافه کرده تا اینکه برای دروغ قبلی و آخوندی یا مرجعش آیت الله مهدی شیرازی یک نوع پرده ای بسازه یا که برای او یعنی هدف تانیست مشروعیت ببخشه. حالا اگر اصل انگلیسی داشت این مطالب که در اصل عربی نیامده، چرا اصل انگلیسی؟ چرا نسخه هایش، چرا بعضی از صفحاتش اصل انگلیسی برای اینکه معتمد بوده باشه ترجمه نشده؟ جهان تشیع بسته همه افرادی که با انگلیسی آشنایی داشته باشن فراوان هستن. چرا از اون اصل ترجمه نکرد تا اینکه معتمد بوده باشه و اون اصل رو در اختیار قرار نداد تا به اینکه بله چیز بوده باشه. بله کسایی که اهل خرد هستن واقعا این سوال پیش میاد که چرا کتاب‌های 500 سال پیش، 600 سال پیش، یک قرن پیش، 2 قرن پیش یا 10 قرن پیش وجود داره، اما چرا این دستخط این کتاب یا کسی که برای اولین بار این کتاب یا این خاطرات یا یادداشت‌ها یا این افسانه یا این داستان مزعوم نوشته کجاست اصلی؟ به کدام زبان بوده؟ اگر به زبان انگلیسی بوده چرا امروز در اختیار کتابخانه‌های بزرگ یا ارشیف‌ها یا موزیم‌های دنیا نیست؟ چرا اصلی کتاب وجود نداره اگر به زبان آلمانی است، انگلیسی است، هر چی که این خیلی جالب هست. خب مجله اشپیگل که معروف است. خب مجله اشپیگل چرا یک صفحه از اون میگذاشتن که این صفحه مجله چرا کاپی های اشپیگل هست در آرشیف مجله از اولین چاپ تا به آخرین چاپی او در یادداشت آرشیف هایشان هست. سادگی میشد که از اصل آلمانی بگیرن چون از مصدر غیر معروف ذکر نکرده. بله. خب پس و اگر انگلیسی بود که از مقدمه از اون مطلبی را اضافه کرده در اینجا، پس اصل انگلیسی از اون میگذاشت تا به اینکه بله. خب جناب دکتر، ما در ارتباط به این نکات البته طی 2 برنامه گذشته مفصلا صحبت کردیم. کسایی که مایل هستن میتونن برنامه های قبلی را ببینن و
به این نقاط توجه کنن و روی نقاط تمرکز کنن که واقعا چی شد این نسخه انگلیسی از این نسخه آلمانی از این و نسخه که در مجله اشپیگل آلمان در سال 1947 به نشر رسیده کجاست؟ از این میگذاریم جناب دکتر، ما میم روی نقاطی که گویا محمد ابن عبدالوهاب، شیخ محمد ابن عبدالوهاب در این داستان مزعوم و موهوم متهم شده که گویا اتهامات مختلف در این یادداشت وارد شده، از جمله ای که محمد ابن عبدالوهاب، شیخ محمد ابن عبدالوهاب این مصلح بزرگ گویا سیغه کرده، گویا خمر نوشیده، گویایی که این خود بالاتر و با فهمتر و دانشمندتر از ابوبکر و از عمر و از سایر ائمه دانسته. میخوایم روی این نقاط تمرکز داشته باشیم چون وقت برنامه شما از صفحه اولی از او که گفته از آغازش از آغاز ما فکر کنیم اگر بحث از اینجا جناب دکتر شروع کنیم که جایی که میگه نظرات ابوبکر و عمر به نقد میکشه، اگر از اینجا شروع کنیم بهتر است. خب اگر اجازه بتین ما فقط صفحه 13 برم، صفحه 13 اگر صفحه 13. خب اینجا ما به خوانش میگیرم. در این داستان موهوم مزعوم آمده که این جوان بلند پرواز یعنی محمد بین قوسین محمد ابن عبدالوهاب برای فهم قرآن و سنت از اجتهاد خود استفاده میکرد و نظرات بزرگان را نه تنها بزرگان زمان خود و مذاهب چارگانه بلکه نظرات ابوبکر و عمر را به نقد میکشید. این البته صحبت های اتهام هایی است که بر علیه شیخ محمد ابن عبدالوهاب وارد شده و اگر نظرش با نظرات آنها متفاوت بود گفته های آنان را اهمیت نمیداد. متوجه هستین جناب دکتر؟ گفته های آنان را اهمیت نمیداد، یعنی گویایی که اجتهاد صحابه، اقوال صحابه و اقوال ائمه چهارگانه را کاملا رد میکرد وقتی با نظر خودش متفاوت می بود، یعنی حتی اگر دلیل هم باشه. خب او میگفت پیامبر گفته، او میگفت یعنی هدفش شیخ محمد ابن عبدالوهاب است، پیامبر گفته من کتاب سنت را در میان شما میگذارم، اما نگفت کتاب سنت صحابه و مذاهب اربعه را، بنابراین پیروی از کتاب و سنت واجب است. مذاهب اربعه و صحابه و بزرگان هر نظر میخواهند داشته باشند. بفرمایید اگر در این نقطه رد داریم جناب دکتر. البته قابلیت فکر کنم رد هم نداره چون یک مسخره و مضحکه بیش نیست. ما در هفته گذشته از کتاب شیخ محمد ابن عبدالوهاب که در رد روافض هست رساله مختصری هست، از اون مطلب به نمایش گذاشتیم که گفته بود یا طعن اونها بر صحابه عیناً مخالفت یا تضاد با آیات صریح و بیشمار قرآن کریم و احادیثی در حد تواتر منقول از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد و انکار این نوع برهان در شریعت اسلامی در مرتبه کفر صریح، در مرتبه کفر هست. انکار کدام نوع برهان؟ آیات صریح قرآن کریم در فضیلت صحابه کرام و تمجید از اونها، بیان ایمانداری از اونها و بشارت اونها به جنت و همچنین فهم درست از اونها از دین، از قرآن، از سنت، از حالا ما پس دوباره به همون کتاب می رویم. به کدام کتاب؟ همون کتاب پرسش های درباره روافض، سخن کوتاه با روافض، هدف کتاب فارسی است. بله کتاب سخن کوتاه با در صفحه چند؟ روافض در صفحه صفحه 83 بیان میکنه. صفحه 83 البته صفحه خود کتاب باشه یا صفحه خود کتاب؟ صفحه 83 خود کتاب. خب صفحه 83 بله بفرمایید. خب در صفحه 83 خب صفحه از فکر کنم از صفحه 81 شروع میشه، در حالی که پیامبر فرمودند الفرق، از اینجا هدفتان است؟ بله الفرقة الناجیه هي السواد الاعظم
و ما انا علیه و اصحابی. فرقه ناجیه همان اکثریت است و کسانی که دنبال رو چیزی هستند که منو میریم صفحه بعدی که منو اصحابم بران هستند. بله، بعد از این مخوانن مطلب اساسی. بنابراین برای اینکه بدانی فرقه ناجیه کدامین فرقه است، به فرق اسلامی و اعتقادات و کردارشان نگاه کن. هر فرقه که اعتقادات و کردارشان با راه و روش پیامبر و اصحابش موافقت داشته باشد، بدان که آن فرقه ناجی است. و تنها اهل سنت هستند که از راه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم و راه و روش اصحابش پیروی میکنند، آن طور که بر هیچ منصفه که به خود حق مینگرد پوشیده نیست. بله. خب پس تنها اهل سنت مستحق آن هستند که فرقه ناجیه باشند و در اینجا مطلب که بدانن فرقه ناجیه و تنها اهل سنت هستند که از راه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم و راه و روش اصحابش پیروی میکنند، آن طور که بر هیچ منصفی که به خود حق مینگرد پوشیده نیست. پس در اینجا شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله پیروی از راه و روش صحابه کرام و به ویژه خلفای راشدین را، یعنی میگیم چطور میشه که در کتابش وقتی واقعا ما بارها از طریق این منبر این نکته را توضیح دادیم، وقتی میخوایم درباره باورها و درباره اعتقادات شخص کسب معلومات و کسب اطلاعات بکنیم، میریم به سراغ کتابهایش. امروز اگر میخوایم درباره خمینی یا درباره ائمه روافض ما معلومات حاصل کنیم، نگیم که فلان کس این طور میگه، فلان کس این قول از اونا بیان میکنه، میریم به کتابهایشان موجود است. کتابهایشان چنان که ما بارها اینجا کتابهای مختلف تشیع از جمله کتاب آیت الله محسنی افغانی را در اینجا ما به بررسی گرفتیم. به همین گونه ما چرا یک وقت جاسوس، واقعا این نکته خیلی جالب است، وقتی جاسوس انگلیسی باشه، اون هم جاسوس انگلیسی و برای تفرقه و برای تشتت امت اسلامی و کشورهای اسلامی آمده باشه، از او چه انتظار می داشت؟ چه انتظار باید داشت؟ آیا انتظاری را داریم که او بیاید جاسوس انگلیسی برای ما از صدق دل یا از زیر دل برای ما برنامه بسازه، یا اینکه دروغ بگه؟ وقتی میگیم جاسوس یعنی جاسوس دروغگوست و بارها خودش هم اعتراف کرده که ما بزرگای یا رهبرای یا فرماندهایش کسایی که بهش دستور میدادن میفتن از هر وسیله ممکن، از هر ابزار ممکن برای رسیدن به هدف استفاده کن، چه دروغ باشه چه غیر دروغ باشه. این یک مطلب شد. مطلبی دیگه در صفحه 72. در صفحه 72 همین کتاب؟ بله. صفحه 72 برمیگردیم. صفحه 72 بله بفرمایید. بله. در صفحه 72 چی گفته؟ در صفحه آغاز شروع میشه از صفحه 71 موضوع تکفیر کسانی که با علی رضی الله جنگیده اند. در اینجا تکفیر رافضیان نسبت به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها، طلحه و زبیر رضی الله عنه و امیر معاویه رضی الله عنه و دیگر کسانی که در اینجا با علی رضی الله عنه جنگیده بودند. میگه در پایین میگه که یعنی با وجود این تنشی که آنجا صورت گرفته بود، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قسم حدیثی صحیحی که در نقد خوارج آمده، دکتر نقطه صفحه 71. صفحه 71 بله. یکی دیگر از عقاید و باورهای باطل رافضیان هدف اینجاست. بله. تکفیر کسانی است که با علی رضی جنگیدند. بله. یکی دیگر از عقاید و باورهای باطل رافضیان که رافضی ها رد میکنه. چگونه واقعا چگونه یک شخصی که رافض دین رفض و دینی که بر مبنای رفض قرآن و رفض صحابه بنا یافته باشه، چطور میتونه که هم گویا شیخ محمد ابن عبدالوهاب به این دین باور داشته باشه، به گفته البته آیت الله همفر، و هم علیه او بنویسه؟ خب یکی دیگر از عقاید و باورهای باطل رافضیان تکفیر کسانی است که با علی جنگیدند. منظورشان ام المؤمنین عایشه، طلحه، زبیر و همراهانشان و امیر معاویه و همراهانشان می باشد. این در حالی است که از بله رضی الله تعالی عنهم، این در حالی است که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم احادیث متواتر روایت شده که بر ایمان راستین این بزرگان
و مژده بعضیشان به بهشت که مژده عشره مبشره داریم دلالت دارند. حتی ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها. بله. و تکفیر این نکته اینجا شروع میشه. بله. و تکفیر این بزرگواران در واقع تکذیب آن احادیث متواتر پیامبر صلی الله علیه و سلم است. پس اگر اینان به خاطر این تکذیب کافر نشوند بدون شک فاسق میشوند. یعنی بگوییم که اینها از این احادیث آگاه نبودن، اگر حدی اقل بگوییم حد اقل جرمشان فاسق است. حد اقل جرمشان فسق است و همین برای خسارتشان در تجارت خود کافی است. حالا در ادامه این میگوید یکی دیگر از عقاید رافضیان بله. اهانت کردن به نامهای صحابه به ویژه عشره مبشره می باشد، در حالی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم احادیث متواتری نقل شده که بر وجوب احترام و تکریمشان دلالت دارند. حالا و خداوند متعال در چندین جا از قرآن بدان راهنمود کرده است از اهانت کردن به اصحاب کبار، اهانت به فرموده پیامبر و راهنمودهای خداوند لازم می آید. یعنی لازم ملزوم یک دیگر و هر کس به چیزی اعتقاد داشته باشد که سبب اهانت به صحابه رضی الله عنهم شود، همانا رسول الله صلی الله علیه و سلم را در احادیثی که به وجوب احترام و تکریمشان خبر داده تکذیب نموده و هر کس پیامبر صلی الله علیه و سلم را در آنچه که به طور قطعی از وی ثابت شده تکذیب نماید همانا کفر ورزیده است. کفر ورزیده است. جای بس شگفت است که آنان از نامگذاری و نامهای صحابه اجتناب میکنند در حالی که از نامهای سگها جهت نامگذاری استفاده میکنند. این مطلبی چیز است. بعد از او در منحصر کردن خلافت در 12 تن در پایان ای هم در صفحه 74 میگوید بله در اهل تشیع به وسیله این ادعا صفحه 74 بله. این ادعای بدون دلیل باطل و کذب محض است، بطلان آن آشکارتر از آن است که بیان شود. بله اهل تشیع به وسیله این ادعا خلافت دیگر خلفا را باطل می‌دانند، چون این ادعای مستلزم تکذیب نصوص وارده در خلافت خلفای راشدین و خلافت قریش می باشد. خب واقعا یعنی جای تعجب جناب دکتر که چطور مستر همفر یا آیت الله همفر در لباس یک جاسوس یا در لباس یک مسیحی میایه، این نسبت میته که گویا محمد ابن عبدالوهاب، که البته ما بارها تکرار کردیم این نقطه را که وقت همفر با محمد ابن عبدالوهاب که خودش از او به شکل افسانه‌ای و به شکل یک داستان اینجا نقل قول و روایت میکنه بیش از 10 سال نداشته، در حالی که ما در خلال بررسی تاریخ سفرهای شیخ محمد ابن عبدالوهاب دریافتیم که شیخ ابتدای سفرشان به مکه بوده، به حج او هم در سن بلوغ رسیدن و بعدش میرن به مدینه و باز برمیگردن به مکه و بعدش میرن به بصره که شاید سنشان در وقت تاریخ دقیقش ذکر نیست، بالای 20 باید بوده باشه. بله اما در سفرشان هم یعنی اولین ملاقاتشان با هم فرق طبق نوشته اینجا در سن 10 سالگیشان است و ازدواجشان هم در سن 10.5 سالگیشان بله عالمی بزرگوار شدنشان هم در همون سال هست که خیلی ورزیده شده بودن و در سن 12 سالگیشان بار دیگر اینها طبق پلان مذکور گویا شیراز و اصفهان رفتن، شیخ بزرگوار در اونجا چیزهایی داشتن. به هر حال این مطلب است که همگی جناب دکتر یک داستانی است که واقعا انسانی که صاحب اندکترین فهم یعنی حتی شعور داشته باشه وقتی این کتاب سر تا پا مطالعه کنه و زندگی نامه شیخ محمد ابن عبدالوهاب بخونه و لا اقل با کتاب های شیخ آشنایی داشته باشه، اگر یک کتاب شیخ محمد ابن عبدالوهاب هم خوانده باشه و مراجعه کرده باشه، این داستان این فقط یک گویایی که امروز جناب دکتر سریال های زیادی هست، سریال هایی است که بعدش به خیال بیشتر نزدیک است تا حقیقت و این هم خیال بافی های آخوندان رافضی است که برای بارها گفتیم گرم نگه داشتن بازار قبر پرستیشان اینطور یک داستان ساختن و به خورد مردم دادن و متاسفانه برخی از کسایی که داد از مطالعه و تحقیق میزنن اونها هم از این خاطرات متاثر شدن. خب پس موضوع دیگر نظر دیدگاه صحابه راجع به ارتداد صحابه و موضوع انکار خلافات خلفای راشدین چیزهایی بود که ما در هفته گذشته
اینها را خواندیم. در همین کتاب صفحه های 34 و جناب دکتر نقطه بعدی فکر کنم شما اشاره کردین که بحث ابو حنیفه بود، گویا با امام ابو حنیفه را توهین میکرد یا او را چیزی نمیدونست و همچنین در عین سطر بحث ای که نیم کتاب بخاری بیهوده است. بعضی کتاب یعنی این انشالله همین نوشته فارسی که در اختیار قرار داره کفایت میکنه از دیگر نوشته های شیخ رحمه الله که در کتاب های دیگرشان بله. که هنوز به عربی هست وجود داره و میتونن در رسایلشان صفحه 10 هم کسایی که از مراجعه کنن، جاهای دیگری هم از کتابهایشان دیگه با او نمیپردازیم. اگر فقط این نقطه را اشاره کنیم چون دوست عزیز اگر نمایش بتن جناب دکتر اینجا فقط شما اگر متوجهش باشین. اما شیخ محمد بله. وقتی فکر کنم مقایسه میکنه بین شیخ افندی و محمد ابن، اما شیخ محمد ابن عبدالوهاب هر گونه پرده‌دری درباره ابو حنیفه را روا می داشت. پرده‌دری چی؟ یعنی توهین و تحقیر و به اصطلاح نادان دانستن و جاهل دانستن چی از این بیشتر می باشه؟ و می گفت من بیشتر از ابو حنیفه میفهمم. همچنین می گفت خب پس در اینجا برای این موضوعی است که از قدیم زبان زده عام شده و میتونیم که در رسائل شخصی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رسائل شخصیشان صفحه 96 رسائل پیش شما هست؟ بله پیش ما هم هست و پیش شما هم انشاءالله به نام چی است کتاب؟ وجود داشته باشه. در مجموعه مؤلفات شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله. کدام کتاب نامش؟ به نام چیزی از رسائل شخصیشان هست. رسائل شخصی؟ بله صفحه 96. صفحه 96 بله نمایش میتیم ما. صفحه 96 من نمیفهم صفحه چند است؟ صفحه 11 است اینجا. نه اون دیگه مسئله است، مسئله مربوط به تکفیر هست، اما اینجا صفحه 96 بله صفحه مربوط به همین مسئله است. صفحاتی که پیشم است فکر نکنم صفحه 96 باشه پیشم جناب دکتر. در کتاب کامل پیشم هست اینجا نمایش میگذارن. نمایش بگذارین. احمد جان در اتاق کنترل اگر میشه لپتاپ. خب جناب دکتر فکر کنم از صفحه خب اینجا پیش ما هم شما در مجموعه مؤلفات شیخ بروین. مجموعه مؤلفاتش بله جلد 7 مجموعه مؤلفات در رسائل شخصیه گفتین شما؟ بله بله در مجموعه مؤلفات جلد 7 رسائل شخصی است. جلد 7 بله. خب پایان که به بعد از مختصر زاد المعاد جلد 7 07 شماره داره. جلد 7 رسائل شخصیه برای صفحه چند؟ صفحه چند؟ صفحه 96. صفحه 96 نمایش بتین صفحه 96 بله. میگه و حقیقت اعتقادنا بله انها تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالجوارح. بعد از او و الا فالمنافقون بعد از پایان میره چون با اصل مطلب برسیم که یعنی اصول ایمان انا بیان میکنه. میگه و اما ما ذکرتم من حقیقت الاجتهاد فنحن مقلدون الكتاب والسنة وصالح سلف الأمة وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمة الأربعة أبي حنيفة النعمان بن ثابت ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. فقط یک لحظه جناب دکتر صبر کنید که ما دوباره ادعای حنفر ادعای آیت الله حنفر شیرازی بگیم او رو نمایش میتونم پس اینجا برمیگردیم. اینجا چی میگه؟ میگه و اما شیخ محمد ابن عبدالوهاب هر گونه پرده‌دری درباره ابو حنیفه را روا می داشت و می گفت من بیشتر از ابو حنیفه میفهمم. همچنین می گفت نصف کتاب بخاری بیهوده است که این خودش بحث جداست. خب برمیگردیم وقتی ما میخواهیم نظر شیخ و کتاب های شیخ موجود است. نمیشه که یک کسی
فرد را متهم کنه و فرد هم مصلح بزرگ و مجدد به قامت شیخ محمد ابن عبدالوهاب باشه و ساده از کنارش باید بدون توجه انسان باید رد شود. برمیگردیم به کتاب شیخ محمد ابن عبدالوهاب که آیا چنین باور و چنین اعتقاد داشته که گویا به اهمیت قائل نمی شده به ائمه بزرگوار اربعه اهل سنت چون امام ابو حنیفه و امام مالک و امام شافعی و امام احمد ابن حنبل. برمیگردیم به مؤلف کتاب شیخ برای دوباره و اما ما ذکرتم بله من حقیقت اجتهاد ترجمه بکنیم جناب ما موضوعی که راجع به مسئله که راجع به اجتهاد و حقیقت اجتهاد از ما پرسیده که ما خود مجتهد مطلق میدانیم دنبال روی یعنی اهمیتی به هیچ کسی از دیگرها نمیدانیم، میگه این موضوع واقعی این هیچ واقعیت نداره. فنحن مقلدون الكتاب والسنة وصالح سلف الامه، ما پیرو کتاب و سنت و سلف و گذشتگان نیک امت هستیم و پیروی آنچه که اقوال معتمدی ائمه اربعه بر او هست، از جمله چون ابو حنیفه نعمان بن ثابت و مالک بن انس و محمد بن ادریس و احمد بن حنبل رحمهم الله تعالی. حالا شما از او انتقال کنه به صفحه دیگری 106 و 107. 106 فقط این صفحه را کسایی که واقعا اهل تحقیق هستند، درصد پژوهش هستند، درصد رسیدن به حقیقت و به واقعیت هستند، فقط ببینن که شیخ در رسائل شخصی چه گفته، نه ای که دنبال یادداشت ها یا خاطرات آیت الله همفر برن. صفحه چند جناب دکتر؟ صفحه 106 و 107. 106 بله بفرمایید. بله آخری صفحه رو ببینید در 106. فتأمل هدفتان اینجاست. بله فتأمل رحمك الله ما كان عليه رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابه بعده. بله در اینجا بعد از اینکه میگه که پیروی اما متابعت رسول صلی الله علیه و فواجب علی امته، اما پیروی رسول الله صلی الله علیه و بر امتش واجب هست. در بالا بله میگه فواجب علی امته متابعته فی الاعتقادات والاقوال والافعال. در ادامه او ببینید که اینجا هم از وقد روى البخاری من حدیث ابی هریره و از بخاری در همین چند سطر از بخاری و مسلم روایت میکنه. بخاری یک حدیث نه بلکه و کتاب های شیخ پر است از احادیث بخاری و مسلم که نیاز به استدلال برای او و بیان بطلان نداره. میگه که فتأمل رحمك الله. بله. پس دقیق باش، فکر کو، تأمل کو، در بر تو رحم کند در آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم و یاران او پس از او بر او بودند. اینجا هم قضیه که آیا به اصحاب ارزش میته یا که نه. ما مطالب دیگری بود که در همین کتاب در صفحه 10 همین رسائل هست از او گذاشتیم. اینجا نقطه دیگه و ما علیه و التابعون لهم باحسان الى یوم الدین، و تابعین بروشینی که از آنها تا به روز قیامت به درستی پیروی کردند. و ما علیه الائمه المقتدی بهم، من و آنچه امامان مورد اقتدا محل اقتدا و محل پیروی یا اهل پیروی بر او هستند. من اهل الحدیث والفقهاء، از میان اهل حدیث و فقها، یعنی ابی حنیفه و مالک و شافعی و احمد بن حنبل رضی الله عنهم اجمعین لکی نتبع یا نتبع آثارها. و اما مذهبنا، نکته بعدی، فمذهب این نکته باید بارها تکرار شود جناب دکتر. بله. چون متهم میکنن که گویا وهابی یا وهابیت که گویا مذهب جداگانه بوده. اینجا چی میگه خود محمد؟ ما میاریم از کتابش و اما مذهبنا فمذهب الامام احمد بن حنبل امام اهل السنه ولا ننكر على اهل المذاهب الاربعه اذا لم يخالف نص الكتاب والسنه واجماع الامه وقول جمهورها. مذهب ما مذهبی که است، ما بر مذهب فقهی امام احمد ابن حنبل هستیم و سایر مذاهب اربعه میگن لا ننكر على اهل المذاهب الاربعه اذا لم يخالف نص الكتاب والسنه واجماع الامه مادامی که مخالف کتاب و سنت و اجماع امت اهل مذاهب اربعه رأی مخالف کتاب و سنت یا اجماع امت و قول جمهور نداشت، با او هم
انکار نمیکنیم. درست است که ما رأی ما فتوای ما مطابق با نظری او نبود، ولی باز هم جناب دکتر هر حال چیزهای دیگه اگر اجازه بدین هست اگر پیش بریم قبل از اینکه پیش بریم به اجازه شما و به اجازه بیننده‌های عزیز و گرامی تقریبا نیم وقت برنامه به پایان رسیده. ما یک میان برنامه میبینیم و پس از این میان برنامه باز هم در خدمت شما خواهیم بود با ادامه بررسی های کتاب آیت الله حنفر شیرازی یا آیت الله حنفر که خود در لباس جاسوس انگلیسی و در لباس یک مسیحی زده و گویایی که برای امت اسلامی شخصیت محمد ابن عبدالوهاب که روشن‌تر از آفتاب هست، آشکارتر از آفتاب هست معرفی میکنه. میان برنامه میبینیم و برمیگردیم. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. و با یکدیگر بر نیکی و پرهیزکاری همکاری نمایید و همدیگر را بر انجام گناه و تجاوز یاری نکنید و از الله بترسید، بیگمان الله سخت کیفر است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. قد سار في درب النبي صحب وأشراف تقوم إلى. ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنه فرمودند خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از دو مرد یاد شد که یکی از آنها عابد است و دیگری عالم و دانشمند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند برتری دانشمند بر عابد همانند برتری من نسبت به پایین‌ترین شماست. سپس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند همانا الله و فرشتگان و اهل آسمان ها و زمین و حتی مورچه های داخل لانه و ماهیان داخل دریا برای معلمی که به مردم نیکی می آموزد دعای خیر می کنند. و بنوره تصفو الحياة. قد سار في درب النبي صحب وأشراف قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علا ونعانق العيش الهني. نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا.
خب بینندگان عزیز و گرامی، بار دیگر با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما هستیم و بحثمون را در رابطه با خاطرات و یادداشت‌های موهوم و مزعوم آیت الله همفر شیرازی یا آیت الله همفر انگلیسی یا مسیحی ادامه میدهیم و میریم سراغ نقطه بعدی که جایی که آیت الله همفر از زبان مسیحی نقل میکنه که گویا هنگام دیدار با شیخ محمد ابن عبدالوهاب که البته در بصره میگه باش دیدار داشته و او هم در سن چند سالگی، در سن 10 سالگی میگه. این نقطه اگر دوستای گرامی نمایش بتن در صفحه تلویزیون، میگه یک بار به او گفتم به شیخ محمد ابن عبدالوهاب جهاد واجب نیست. او گفت خدا میگوید با کافران جهاد کنید. گفتم خدا میگوید با کافران و منافقین جهاد کنید. اگر جهاد واجب بود چرا پیامبر با منافقین جهاد نکرد؟ گفت پیامبر به وسیله زبانش با آنان جهاد کرد. گفتم پس جهاد با کفار نیز با زبان واجب است. گفتم اما پیامبر با کافران جنگید. گفتم جنگ پیامبر دفاع از خیش بود، کافران میخواستند او را بکشند و از خود دفاع کرد. محمد به نشانه موافقت سر تکان داد. جناب دکتر یا از شما یا از بیننده ها، یعنی سبحان الله من خیلی تعجب میکنم، خیلی خنده‌آور است، خیلی که یک امام به قامت شیخ محمد ابن عبدالوهاب یک جاسوس انگلیسی بیاید در رابطه با بطلان جهاد یا عدم جواز جهاد قناعت بده و او هم به نشانه موافقت سرش تکان بده. بس اینجا ما میرویم به کتاب همین رسائل که قبلا از او نمایش گذاشتیم. در این رسائل چی اومده؟ صفحه 11 شما بروین، اول شما صفحه غرافی کتاب صفحه رسائل شیخ محمد بن عبدالوهاب. بله. دوباره میشه نمایش بده، مشکل نیست. یعنی دوستای گرامی، الرسائل الشخصیه نامه های شخصی قام بالتصحیح والمقابله على نسخ خطیه و مطبوعه. اینجا هر چیز نسخه های دستنویس و مطبوع موجود است، نه مثل خاطرات و یادداشت همفر که نسخه اصلی هیچ وجود نداره، دستنویس هیچ وجود نداره، روزنامه که به چاپ رسیده هیچ وجود نداره. قام بالتصحيح والمقابله على نسخ خطيه ومطبوعه صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان محمد بن صالح العلیقی. خب جناب دکتر صفحه چند؟ صفحه 11 همین کتاب. صفحه 11 همین کتاب. بله بفرمایید. میگوید و اعتقدو از کجا؟ بله و ارى الجهاد، پیش بالاتر از او میگه و ارى الجهاد ماضيا مع كل امام برا كان او فاجرا وصلاة الجماعة خلفهم وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا وصلاة الجماعة خلفهم جائزة. بله. و من جهاد را دوامدار میدانم همراه هر امام چی نیکوکار بوده باشد و چی بدکار، چی مشکل داشته باشه، گناهکار باشه و نماز جماعت را پشت سری از آنها جایز میدانم. والجهاد ماض، این را باید که شما رنگ متاسفانه یه رنگ نمیشه اگر از این فقط نمیشه. بله من اینجا اگر از لپتاپ ما برنامه‌اش بتن میشه. خب دوباره از اینجا نشان میتیم و ارى الجهاد، اینجا میبینن بیننده ها میبینن و ارى الجهاد ماضيا مع كل امام برا كان او فاجرا و صلاة الجماعة خلفهم جائزة. اگر یک سطر پیشتر از او بخوانیم به نظر من بهتر میشه، چون یک سوال دیگری را هم جواب میگوید. خب میگه ولا اکفر احدا من المسلمین بذنب ولا اخرجه من دائره الاسلام. البته یکی از اتهامات دیگه که هم وارد است و از طریق بعضیا نوشته شده که گویا شیخ محمد ابن عبدالوهاب مسلمان ها را همیشه تکفیر میکرد و این هم جواب است. بله. میگه ما هیچ یکی از مسلمان ها را تنها به گناه تکفیر نمیکنم. بله.
و نه او را از دایره اسلام بیرون میکنم. و ارى الجهاد ماضیا مع كل امام برا کان او فاجرا، و جهاد ما همراه هر امام و نماز، حضور نماز جماعت را پشت سری از اونها جایز میدانم، چی برابر است که او نیکوکار باشه چی بد یا فاجر باشه. این مسئله دیگری که دشمنی او با خلافت عثمانی ها را ای جواب میگوید. بله. والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلی الله علیه و سلم الى ان يقاتل آخر هذه الامه الدجال. جهاد دوامدار هست از زمانی که الله تبارک و تعالی محمد صلی الله علیه و سلم را به رسالت مبعوث نموده تا به اینکه آخری این امت با دجال جهاد کنه تا به وقت ادامه داره. لا یبطله جور جائر ولا عدل عادل. ولا عدل عادل، نه جور ستمگار او را باطل کرده میتونه، یعنی و نه عدل عدالت پیشه. نپنداره جناب خامنه‌ای و محسنی و محقق کابلی و غیره، آیت الله شیرازی و سیستانی، اینها که این جور روسیه و امریکا میتونه که جهاد در سرزمین اسلامی از بین ببرن، نه بلکه اون بیشتر. جناب دکتر خود این بحث، خود این نقطه نشان میده که واضح و آشکار این نقطه را بازگو میکنه و بیانگر این نقطه است که این کتاب، این خاطرات و این افسانه و این داستان از طرف آخوندها نوشته شده، چون اونها اصلا به جهاد باور ندارن تا ای که امام گم شده شان ظهور کنه و دوباره با او هم میپیشه، با او هم میرویم از کلام شیخ. با او خاطر میخواد که شیخ محمد ابن عبدالوهاب هم به عین باور خودشان با تهمت خود متهم بکنه. میگه و ارى وجوب السمع والطاعه لائمه المسلمین، و ما واجب بودن شنیدن و فرمانبری از سران مسلمان ها را لازمی میدانم، چی نیکو باشن و چی بدکار باشن. ما لم یأمروا بمعصیت الله، تا زمانی که به نافرمانی الله حکم ندهند. وقتی که با نافرمانی میخواد حکم داد، از همین فرمان خلاف شرعش اطاعت درست نیست، ولی در عموم باز هم و من ولی الخلافت و اجتمع علیه الناس، و کسی که خلافت را بر مسند خلافت تکیه زد و از طرف مردم بر او یک جا شد، جمع شد و رضوا به و با او راضی شدن و غلبهم بسیفه، حتی اینکه با زور شمشیر بالای از اونها غلبه پیدا کرد تا اینکه خلیفه شد. وجبت طاعته، طاعت از او واجب است. جناب دکتر اگر این نقطه را یک توضیح بدیم. و ارى وجوب السمع والطاعه لائمه المسلمین برهم و فاجرهم ما لم یأمروا بمعصیه، چون در اونجا در خاطرات، در بخش از خاطرات که اگر وقت باشه باز هم نمایش میدیم، نقطه که محمد ابن عبدالوهاب با عبدالرضا خراسانی که در بصره بود جمع میکرد، نقطه اجتماعشان، نقطه که رویش اتفاق نظر داشتن، نارضایتیشان و نافرمانیشان از خلیفه بود، در حالی که اینجا نوشته شیخ محمد ابن عبدالوهاب که حتی خلیفه بزوری شمشیر هم غلبه پیدا کرد. اگر فاجر هم باشه، حتی اگر فاجر هم باشه باید میگه طاعت از او طاعت شود، از او فرمان برداری شود. تنها او احکامی که خلاف شرع صادر میکنه اونها را نگیره. در حکم عام مسلمان ها میگه وجب طاعته و حرم الخروج علیه، اطاعتش واجب است و خروج بر او در حالی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب متهم میکنن که گویا بر علیه خلافت وقت خلافت عثمانی‌ها یا دولت عثمانی‌ها گویا قیام کرد و یک دسیسه انگلیسی بود، در حالی که محدودی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب در او زندگی میکرد و در او دعوت میکرد، روستایشان، دهکدهشان عیینه، در اونجا او مناطق به جز برخی از مناطق جزیره العرب زیر سلطه و زیر کنترل خلافت عثمانی ها یا دولت عثمانی ها نبود. خب جناب دکتر از این بحث هم اگر بگذاریم میام فکر کنم واضح شد، اگر نقطه دیگری هم هست در کتاب دیگری باز هم توضیح میدیم. خب پس در هر کتاب
مطالب متعددی هست. این نکته خیلی صریح بود و چندین مطلب در اینجا بیان میکرد. در مجموعه حدیثی شیخ که هم در ضمن همین ها به چاپ رسیده، بله، در کتاب الجهاد میگوید، شاید نمیدانم پیش شما هست یا نه. کتاب الجهاد فکر نکنم پیش شما باشه. در مجموعه حدیثی الاجتهاد و الخلاف پیش ما هست، لکن اگر بگذاریم از این موضوع، چون باز هم تاکید است، باز هم تاکید است، در سلسله مؤلفات شیخ هست. بله بله. کدام کتابش؟ نام کتاب؟ بخشی مجلد عاشر، تقریبا اینجا مجلد عاشر است. بله، مجلد دهم است. مجلد دهم درست است. کتاب المناسک است اینجا دهم پیش ما. بله اینجا، بله اونجا چیز است. من اینجا بیارم. در کدام کتاب است؟ کتابش اگر نمایش بدین جناب دکتر. در مجموعه چیز میگه به نام مجموعه الحديث على ابواب الفقه. مجموعه شاید اینجا پیش ما حدیث على ابواب الفقه. در اینجا پیش ما هست. در بخوانین نقطه که میخواین بخوانین. صفحه غلافی از اینجا ببینم. قسم الحديث. بله بفرمایید. جزء 3. در اینجا باب کتاب داره به نام کتاب الجهاد و السیر. کتاب الجهاد و السیر. بله. اولین حدیثی که است میگه حدیث ابو هریره رضی الله تعالی عنه است. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. میگه کسی که از دنیا رفت، نه در راه الله جهاد کرد و نه همت جهاد را با خود. بله. مات على شعبة من النفاق، بر یک که از شاخه های نفاق از دنیا می روه. بله. سپس احادیثی متعدد در همین موضوع یادآور می شود که از جمله شما هدفتون کتاب السیر و الجهاد است. کتاب الجهاد و السیر هدفتون است؟ کتاب الجهاد و السیر هون مربوط دیگه کتاب شیخ است که کتاب های فقهی و این مجموعه حدیثی است که در یک، یعنی اینا کلش دلالت داره که دلالت میکنه به وضاحت که شیخ یکی از یعنی جهاد شما رو بله. یعنی من سوگند بتم شما که آیا امکان داره که مسلمان مثلا بیای جهاد تعطیل کنه او هم مصلح و مجدد مانند شیخ محمد ابن عبدالوهاب؟ خب سوره انفال از چی حکایت میکنه جناب دکتر؟ سوره انفال از چی حکایت داره؟ سوره انفال کاملا از بیشتر از نیمی او برای جهاد است. خب چرا این آمده شیخ محمد ابن عبدالوهاب سوره تفسیر داره و در او مطالب جهاد و غیره را بیان میکنه و همچنین در کتاب های متعدد شیخ محمد ابن عبدالوهاب، چی در مختصر زاد المعاد و چی در اختصاری که از الانصاف و شرح کبیر که بر مذهب فقه حنفی هست و در مجموع مؤلفات شیخ از جلد 8 تا به 11 را گرفته، از به خود گرفته. در مجموعی از اینها این مطالب در ابواب کتاب‌های مستقل، نه تنها بابی گوشه‌ای بلکه کتاب‌های مستقل در خصوصی جهاد، در بحث جهاد. بله. پس این کفایت میکنه ان شاء الله. اگر از این بحث بگذاریم بریم روی ای که گویا باز هم آیت الله همفر شیرازی یا جاسوس انگلیسی موهوم و مزعوم که بارها تکرار میکنیم، یعنی واقعا جایی است که انسان هم شگفت زده میکنه و هم انسان میمونه که چطور برخی ها میاین و باز ایره بسیار به سادگی میپذیرن و در عین حال تعجب انسان رفع میشه در دنیایی که در کشوری که در جهانی که دین به نام دین رافضیت ساخته میشه و قبول میکنن. جای شک نیست که هم برخی از کوتاه فهما، کسایی که فهم قاصر دارن، کسایی که سبک مغز هستن، این هم بپذیرن. خب میریم به بحث دیگری که گویا ازدواج موقت، گویایی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب پس از یک گفتگوی
به صیغه به بحث صیغه باور کرد و به زواج متعه باور کرد و این عمل انجام داد. این را هم نمایش میتیم. اگر صفحه لپتاپ مرا نمایش بتن. آیت الله همفر میگه یک بار به او گفتم، یعنی به محمد ابن عبدالوهاب، داستانی است که خودش بافته جعل کرده، ازدواج موقت با زنان جایز است. گفت هرگز، یعنی گویا محمد ابن عبدالوهاب گفته باشه هرگز. گفتم خدا میگوید اگر خواستید از آنها بهره بگیرید بهایش را بپردازید. گفت عمر ازدواج موقت را حرام کرده و گفته است 2 متعه در زمان پیامبر جایز بود و من آنها را حرام کرده و بر آنها کیفر می نهم. گفتم تو داناتر از عمری، پس چرا از او پیروی میکنی؟ چون در بحث‌های گذشته گفتیم که او شیخ محمد ابن عبدالوهاب طور معرفی کرد گویا سخنان عمر و ابوبکر و صحابه را نمیپذیرفت. سپس گفتم همفر میگه آیت الله همفر، اگر عمر چیزی را حرام کرده که پیامبر حلال کرده بود، تو چرا فرمان خدا و پیامبر را رها کرده ای و نظر عمر را پذیرفته ای؟ او سکوت کرد و من دریافتم که سکوت او نشانه پذیرش است. غریزه جنسی او نیز در این سکوت مؤثر بود، چون در آن هنگام همسری نداشت. گفتم چرا من و تو آزاد نباشیم که زن را به ازدواج موقت درآوریم و از او بهره بگیریم؟ او به نشانه موافقت سر تکان داد. من این موافقت را فرصت بزرگ یافتم. باز هم میگه سر تکان داد و گویا موافقت شیخ محمد ابن عبدالوهاب که مستر همفر یا آیت الله همفر در داستانش از او یاد میکنه، گویا نکاح موقت و زواج متعه یا صیغه را قبول کرد. جناب دکتر بفرمایید. نمیدانم با چی الفاظ از این یعنی ما تقبیح شوه یا که بیان شوه. اولا اینجا بیننده عزیز اگر متوجه بوده باشن، هدف اینجا زدن یا تنها شخصیت شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی نیست، بلکه بالاتر و پیشتر از او هدف این آخوند آیت الله شیرازی و همکیشان او و سفارت ایران، سفارت های ایران در کشور ما و در کشور که تقریبا چند سال پیش بیشتر از 30,000 نسخه همین خاطرات بافتگی را یک جا به نشر رساندن در کابل و دیگر جاهای و در تمام سفارتخانه های این کشور عام هست. هدف در اینجا هجوم بر شخصیت شیخ محمد ابن عبدالوهاب نیست، بلکه بر شخصیت امیرالمومنین عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه است. وگرنه جاسوس انگلیسی باید به عمر چه کاری داره؟ بله، به حضرت عمر چه کاری داره؟ به خالد ابن الولید چه کاری داره؟ به صفیه چه کاری داره؟ به محمد نام های چه کاری داره؟ بله. ولی تنها همیشه وقتی که یاد میکنه حتی شخصی را که از عامه هست به نام از نامه های اهل سنت معتمد یا که دارای اهمیت نزد اهل سنت و مبغوض مورد نفرت نزد اونها ذکر میکنه یا ذکر میکنه که این آدمی بد اخلاق بود یا بد رفتار بود یا دیگر چیزها. حتی قبل از این که در هفته گذشته خواندیم کسی به نام عمر بود، آخونده زیرک اما عالم سنی که متوجه شده بود به وضع به حالت اما بد اخلاق، تند و تیز و در بصره. بله، وانمود ساختنی همون نقطه. دیگر بعد از او مرشد افندی بود، هم انسانی سنی بد اخلاق. در کتاب هیچ جای پیدا نمیکنه که سنی را ذکر بکنه او را یا بد اخلاق یا احمق با یکی از این دو وصف ذکر نکنه. اما عبدالرضا خیلی خوش اخلاق، آن شخص دیگر جواد قمی خیلی انسانی ورزیده، عالم پخته و چینان. حتی بازرگان‌های آذربایجانی که ذکر میکنه در صفحات بعدی، حتی بازرگان‌های آذربایجانی اونها خیلی
آدم های با اخلاق، پاک دل، پاک باز و آخونده هم تنها گهگاه غفلت داشتن که در مقابل دولت عثمانی حرکت نمیکردن، در مقابل خلافت عثمانی. حالا اگر برای همین یک مطلبی که در صفحه 27 و 28 یادآور شده در کدام در این چیز در همین مذکرات، همین خاطرات صفحه 28. بله در صفحه 28 چی گفته جناب دکتر؟ بفرمایید نمایش بتین دوستای گرامی. در صفحه 28 بله در صفحه 28 مطلبی را که اونجا یادآور شده در آخر صفحه اگر شما بخونید ضمن برنامه هایی که گویا اونها را سفارش بوده. خب از کجا هر که توانست این آخر صفحه 28 گفتین؟ صفحه 27 پایان فقره 27 چندم؟ و ادامه چیز؟ فقره چندم؟ چون اینجا فقرات است. فقره 5 فقره آخر صفحه 27 فقره 5 است. بله بله آخرش 27 فقره آمده 26 رفتیم پیدا. خب پیدا بله در آخر صفحه چیز اینجا برای این صفحه 5 دیکتاتوری حکومت ها را می توان با سایه خدا در زمین نامیدن آنها نیرومندتر کرد. البته این حدیث موضوعی یا بدون سندی هست که از سلطان ضل الله فی الارض و در بعضی حدیث نیست، جامعه ها مشهور داشت. حدیث نیست بلکه مقوله است که مشهور شده، ولی جایگاه خلیفه خیلی عالی و والا هست. اطاعت از او لازمی هست در آنچه که برخلاف شریعت حکم نکنه، اما این حدیث اصل نداره. خب بعد از او چی میگویه؟ اینجا نکته خیلی مهم است که باید تبلیغ کرد که باید تبلیغ کرد که ابوبکر، عمر، عثمان، بنی امیه، بنی عباس و علی همه بازور. یعنی من تعجب میکنم که چرا علی در ضمن این 4 امام ذکر نمیشه بعد. و علی همه بازور و شمشیر به حکومت رسیدند و حکومت فردی داشتند. ابوبکر با شمشیر، عمر با شمشیر عمر و با تهدید او به حکومت رسید. بله و خانه های کسانی یعنی چی چیز میخواه که از اینجا ضمن گوید دسیسه و برنامه انگلیس چی چیزا ترمیم میکنه؟ چیزی است که اگر بگوییم این دسیسه انگلیس بوده، برنامه او بوده، تطبیق کننده او کی هست؟ تطبیق کننده آخوندهایی که امروز در رأس حکومت در ایران قرار دارند و همچنین امروز عراق تحت سیطرهشان است و سوریه همچنین. تمامی از اینها همین گزارش نشر میکنن که یعنی بازور شمشیر عمر ابوبکر را تبلیغ میکنه. خودش هم میگه. حالا مسئله بعد حتی مسئله شهادت من دوباره میخوانم. دیکتاتوری حکومت ها را میتوان با سایه خدا در زمین نامیدن آنها نیرومندتر کرد. باید تبلیغ کرد که ابوبکر، عمر، عثمان، بنی امیه، بنی عباس و علی همه با زور و شمشیر به حکومت رسیدند و حکومت فردی داشتند. ابوبکر با شمشیر عمر و با تهدید او به حکومت رسید و خانه های کسانی همچون فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم که سر به فرمان ننهادن با آتش کشیده شد. که البته اینجا چی میخواه که ترسیم بکنه؟ اینجا میخواد تبلیغ تشیع، یعنی تبلیغ افکار و باورهای تشیع رافضی. در قالب این میخواه ای را بیان میکنه که این از جمله آنقدر از مسلمات تاریخی هست که همه میدانند، حتی این جاسوسی انگلیس هم میدانند جزئی مسلمات در برنامه های چیز بوده. عمر به وصیت ابوبکر خلیفه شد. میگه خلافت عثمان به حکم عمر بود. علی را انقلابی ها به حکومت برگزیدند. معاویه با نیروی شمشیر حاکم شد و بنی امیه حکومت را از او به ارث بردند. صفا خلافت را با شمشیر به چنگ آورد و بنی عباس حکومت را به میراث از او گرفتند. این همه نشان میدهد که حکومت در اسلام استبدادی است. خب پس اینجا در تمام این برنامه ها و جریان ها چیزی از حکومتی که به نام صفوی در تاریخ یاد می شود نام برده نشده. از حکومت های همسایه بنی بویه و حکومت های فاطمی های مصر که
اسماعیلیا با عقیده و بینش اسماعیلی یعنی آقاخانی نزدیک به آقاخانی بودن، چون که و تشیع آلوده بودن اونها از اونها یاد نمیکنه. یاد نیست. تنها چرا باید یاد کنه وقتی آیت الله باشه؟ چرا باید ترسیم میکنه؟ و این مطلب که اونها به خانه فاطمه حمله کردن و او را به آتش کشیدن. این مطالبی که میخواه در قالب یک جاسوسی انگلیس و برنامه انگلیسی در ذهنی خواننده های این بله کسایی که خالی از ذهن هستن گویا ای که یک حقیقت است. وقتی این موضوع از طرف یک جاسوس انگلیسی در خاطراتش بیان میشه یک حقیقت است، یک چیز مسلم بهی است، اینا نمیتونه کسی انکار کنه. خب پس این چیزهای دیگری است که هدف این را روشن‌تر می‌سازه و ما در برنامه گذشته بیان کردیم که همیشه در این کتاب چی میکنه؟ تبلیغ تشیع و صراحتاً میگوید که دین برحق کی داشت؟ همین کسایی که اتباع آل بیت هستن. کاش که اتباع آل بیت باشن. بله. ای کاش. همین شیعه مکتب تشیع نه، در تصریحاتی کی بود بیانات همون جاسوسی انگلیسی آیت الله مهدی شیرازی واقعا جاسوسی انگلیس هستن اینها و این واضح هست. خب در او گفته بود که واقعا دین محمد و حقیقت چی است؟ که همون آیین مکتب تشیع برحق هست و دیگرها باش روش پیغمبر مخالفت کردن و خودشان اقرار هم میکنن. اقرار اهل سنت هم به او گرفته بود. حالا میرویم به این مسئله که عمر رضی الله تعالی عنه را به این که به مسئله صیغه بارها بحث شده، لازم به دیگری نیست، تنهایی است و در صحیح بخاری و صحیح مسلم حدیثی از روایت عبدالله و حسن پسرانی عبدالله ابن حسن پسر حسن مصنع و از اونجا پسر حسن رضی الله تعالی عنه با سلسله از علی زین العابدین و همچنان با سلسله سند از کی؟ از علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه با روایت پسرشان محمد ابن حنفیه، پسرشان محمد ابن معروف به محمد ابن حنفیه از علی رضی الله تعالی عنه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در سال خیبر ایرا صیغه را همراه با گوشت خر حرام قرار داد. سپس در روایت بریده رضی الله تعالی عنه هست و روایت دیگری که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در برای بار اخیر و نهایی در سال فتح مکه صیغه را حرام اعلان کرد. بعضی از افراد بودند که آگاه نشده بودند، تنها به این چون جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه و اینها که متوجه نشده بودند، حالا که اعلان عام بود و بعضی ها متوجه نشدند. در خیبر هم بود، در مکه مکرمه. اما این متوجه نشده بود یا در او زمان حضور نداشت یا که همون صیغه انجام نداده بود تا که حکم متوجه او شود و حتما اونها گفتن ما در او زمان انجام میدادیم. عمر رضی الله تعالی عنه حکم شرعی او را بیان کرد و منسوخیت او را بیان کرد و سپس گفت این دو در موضوع صیغه زنها در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود داشت اما منسوخ شده بود و حرمت ابدی او اعلان شد. هر کسی که بعد از این اعلان عامی که ما صادر کردم باز آورده می شود در ارتکاب قضیه شبیه ما او را مجازات میکنه. پس این بود از قضیه عمر رضی الله تعالی عنه و عمر رضی الله تعالی عنه هرگز چیزی را حرام نکرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم به تحریم او اقرار نکرده، به حلال بودن او نظر داده باشه. اما مسئله دیگری که اینجا میشه و که از این روایت قابل تأمل بوده باشه مسئله متعه حج هست. در اینجا امیرالمومنین عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه
و قسمی که حدیث در صحیح مسلم هست از شخصیتی که آیت الله محسنی و مجموعه شیعه ها جزی 3 تن مسلمان باقی مانده بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم او را به شمار میآورند. یعنی به صحابی بودن از او باور دارن، به مسلمان بودنش بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم باور دارن، یعنی گویا که مرتد نشده. بله. یعنی محسنی که آیت الله آصف محسنی که در کتابشان ابوذر رو دیگه ابوذر رضی الله تعالی عنه یکی از او 3 تن هست. از کدام 3 تن؟ 3 تنه که با باور کلی شیعه ها تمام شیعه ها عقیده دارن که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم چی نشده بود؟ مرتد نشده بود، بر اسلام باقی مانده بود. اگرچه باز هم محسنی بالای او هم خورده داره، اما به اسلامش قائل هست، میگه دیگرایش کافر شده بودن. ابوذر چی میگه؟ ابوذر رضی الله تعالی عنه میگه که همین الزام یا موضوع تغییر حج افراد به حج تمتع در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و برای بیان همین حکم خاص بود. انما كانت المتعه خاص لاصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. بله. نمیدانم از این ربط با حج تمتع، یعنی ما بله اینجا متعتانی بود در اینجا، یکی متعه هست. بله. یکی متعه همون صیغه، بله همون صیغه است، یکی تمتعی حج. بله. نه به خاطر این ذکر کردم که توضیح از اینه که در اینجا ابوذر یکی از راوی هاست. بله. ابوذر رضی الله تعالی عنه از جمله کسانی هست که نظرشان این بود که همین حدیث در مسلم به شماره 1224 در سنن نسائی 2089 در سنن ابو داود 1087 در سنن ابن ماجه 2985 شماره هایش است. در سنن کبری بیهقی و دیگر کتاب ها هست، در کتاب های متعدده از ابوذر رضی الله تعالی عنه. خب امو ترجمه میشه بگین؟ ترجمه بله. حدیثه میگه کانت المتعه، یعنی از این کامپیوتر من نشان داده نمیشه بفرمایید فقط. خب میگه کانت المتعه فی الحج لاصحاب محمد صلی الله علیه و سلم خاصه. این نظر فقهی آمد، میگه متعه یعنی تمتع برای اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم مخصوص برای از اونها بود. و این حکم چون در اون زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که اونجا رفتن گفت که هر کس که قربانی با خود نآورده باشه، هر احرامی که بسته باشه، با هر احرامی که وارد مکه شده باشه، چه حج افراد و چه حج قران و چه حج تمتع، همه از اونها را به حج تمتع تبدیل کنه. این الزام میگوید که مخصوصی صحابه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم مخصوصی همون بعد از او هر کس میتونه که چی حج افراد وارد مکه شود برای حج، چی به حج تمتع، چی به حج قران. اینجا بعضی ها همون الزام را قسمی که دیدگاه بعضی مکاتب فکری فعلا هم هست، همین تمتع را نسکی لازمی برای همه تصور کرده بودن. اینجا امیرالمومنین به اساس همین برداشت که ابوذر رضی الله تعالی عنه و دیگرها داشت، برای کنترل این دیدگاه اشتباه یکی، بله، چون نپندارن که دیگر انواع حرام است، این برای مدت ملزم قرار داد که باید حج افراد بره. یکی در دوم برای که در جریان سال زائرین خانه کعبه همین انقطاع پیدا نکنه. فرمودن که شما عمره خود در باقی سال انجام بده و حج خود در ماه به حج بسنده بکنه. این مسئله بود که عمر رضی الله تعالی عنه بدون اینکه ایرا تحریم ایرا اعلان بکنه، برای کنترل این قضیه و این بینش اشتباه این فرمانه صادر کردن. لذا در همون جریان پسرشان عبدالله ابن عمر، علی رضی الله تعالی عنه و تعداد زیادی از صحابه کرام دیگر با او
مخالفت کردن. جناب دکتر خب، 5 پس دقیقه از از اینجا وقت میریم. ما باقی مانده، اگر میخوام بحث شراب، چون جواز شراب هم بریم به متهم همین بحثی متع در کتابی بحث صیغه و شیخ محمد ابن عبدالوهاب در همین کتابی که قولا خواندیم. کدام کتابشون؟ کتابی الرسائل الشخصیه؟ بله، رسائل، نه همین بله. فارسی که خواندیم، سخن کوتاه در مورد کوتاه. روافض خود، صفحه بله، چند؟ صفحه 89. صفحه 89. بله بفرمایید. در صفحه 89 چی گفته؟ صفحه 89 اسمت ائمه است پیش ما، شاید صفحه پیشترش باشه. 89 پیش ما، بله نه پایانش بالا اسمت ائمه است. برای سوال بعدی اینجا هم اسم متع. خب متع بله، صفحه در 91. ادامه اسمت یک مطلبی را هم بیان میکنه که ادای از او جماعت وقت نماز نیست بله. جناب دکتر، چون وقت خب، نداریم. ما دیگه میریم روی یکی دیگر متع. از انحرافات شیعیان مباح دانستن متعه است، بلکه حتی آنان متعه را 70 بار بهتر از نکاح دائم میدانند. این کتاب کی است؟ کتاب شیخ محمد ابن عبدالوهاب است. این البته در رد بر اتهام بله. آیت الله شیرازی است که به نام مستر همفر نوشته و گویایی که ادعا کرده که شیخ محمد ابن عبدالوهاب در بصره قناعت داده که زواج متعه یا ازدواج متعه یا صیغه جایز است. بله. خب حالا شما ادامه ای را بخوانید. این کتاب شیخ محمد ابن عبدالوهاب است، بارها نمایش داده شد. سخن کوتاه با روافض نام داره و در صفحه اینجا صفحه 89 در صفحه 89 این کتاب زیر عنوان متعه چی می نویسه؟ یکی دیگر از انحرافات شیعیان مباح دانستن متعه است، بلکه حتی آنان متعه را 70 بار بهتر از نکاح دائم می دانند. یکی از علمای اهل تشیع به نام محمد ابن عالی جایز دانسته که 12 نفر در یک شب از یک زن به وسیله متعه لذت ببرند و هرگاه فرزندی از آنان به دنیا آورد در میانشان قرعه کشی می شود. قرعه به نام هر که درآمد فرزند از آن اوست. گویی که در دوران جاهلیت زندگی می کنند. خب میگویم یعنی محمد ابن عبدالوهاب چون این نکاح سبحان الله اینجا گفت چون این نکاح همانند نکاح های جاهلیتی است که شریعت آنها را باطل اعلام کرده، یعنی مانند نکاحی که در دوران جاهلیت رواج داشت، همون طور که در حدیث صحیح آمده است و از علی روایت شده که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم از نکاح متعه نهی کرده است. امام بخاری، امام مسلم و دیگران آن را روایت کردند. خب این حدیث هم کس راویش امام بخاری است که مستر همفر میگه گویا امام محمد ابن عبدالوهاب نیم کتاب امام بخاری، نیم صحیح امام بخاری را بیهوده دانسته. خب و از سلمه ابن اکوع رضی الله عنه روایت شده که پیامبر ابتدا نکاح متعه را مباح دانسته، سپس آن را حرام اعلام کرده و این حدیث هم به روایت شیخین یعنی امام مسلم و امام بخاری و امام مسلم، و امام مسلم در صحیح خود از سیره الصبره همانند آن را روایت کرده است. و از ابن عمر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را از نکاح متعه نهی کردند. خب جناب دکتر ادامه بدیم که چون مطلب بعدی رو میگم، چون وقت نیست. و از ابن عباس نقل شده که از فتوای خیش که نکاح متعه را مباح دانسته بود برگشت. بله. و طبرانی از ابو هریره روایت کرده است که متعه و طلاق نکاح و طلاق و عده و میراث را منهدم میسازد. اصلا اینجا و گمان ما اشتباه در ترجمه است. اصل ای است که متعه را نکاح، طلاق و عده و میراث منهدم ساخته. متعه را بله، یعنی وقتی نکاح باشه متعه وجود نداره. چون در نکاح متعه طلاق هم نیست، میراث هم نیست، نسل هم نیست، اثبات یعنی این چیزها را باطل میکنه، این چیزها را از بین میبرن. در شریعت آمدن اینها اصلی هستن که مجال برای صیغه نمیگذارن. خب صفحه بعدی شما انتقال کنید. صفحه بعدی بله. آخری که حکم شیخ محمد خلاصه بله. خلاصه این حرف شیخ محمد ابن عبدالوهاب است، حرف من و حرف این و حرف مستر همفر نیست. خلاصه نکاح متعه نخست حلال بود، سپس این حکم نسخ شد و برای همیشه حرام گردید. پس هر کسی این کار را بکند در زنا را بر روی خود گشوده است. این قول شیخ محمد ابن عبدالوهاب ادعای آیت الله همفر را کاملا
از بین میبرد و از بیخ و بن میکند و دیگر هیچ چیزی برش باقی نمیمانه. جناب دکتر، ما در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و بحث شناخت وهابیت و بعد از او که بحث خاطرات یا یادداشت‌های همفر بود البته در همین جلسه به پایان میرسه. در پایان اگر در یک دقیقه گفتنی دارین در خدمت شما هستیم. بینندگان عزیز و گرامی، قسمی که دیدید هر نکته‌ای که یادآور شده همه بدور از حقیقت هست و در این میان مطالب بیشماری دیگری هست که ناگفته مانده، ولی با این اشارات ما اکتفا میکنیم. تشکر جناب دکتر. و شما خود پس برگشتم مطالعه کنید و در فرصت دیگری ان شاء الله. تشکر جناب دکتر. کسانی که آن عده از بیننده های عزیزی که آن عده از کسانی که این برنامه را میبینند اگر در سابق شک و تردید درباره دعوت شیخ محمد ابن عبدالوهاب داشتند، بهتر است به جای اینکه دنبال شناخت شیخ محمد ابن عبدالوهاب از کتاب‌های آیت الله همفر، مستر همفر یا یادداشت‌های همفر و خاطرات مزعوم و موهوم همفر بر بگردن مراجعه کنن به کتاب‌های شیخ محمد ابن عبدالوهاب که همش طبع شده و موجود است و از خلال کتاب‌هایش به عقیده و باورهای شخصیت بزرگ پی ببرند. در این دقایق برنامه ما هم به پایان رسید. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما عزیزان را به پناه حضرت یکتای بی همتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.